با درود به همراهان کانال فیتنس روزانه، به کانال خودتون خوش اومدید. در ویدیوی چند روز گذشته برای شما از نوع تغذیه مناسب برای درمان آرتروز صحبت کردیم. اینکه چه غذاهایی برای این بیماری مفید یا مضره. در این کلیپ قصد داریم آموزش ساخت 2 پماد گیاهی و خانگی رو معرفی کنیم که میتونه در درمان و از بین رفتن درد مفاصل به شما کمک کنه. این بیماری باعث میشه شما حتی در نشستن و یا سر پا ایستادن هم دچار مشکل بشید. این بیماری روی تمام مفاصل شما تاثیر میذاره و یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مزمن مفاصله. در انتهای استخوان‌ها قسمتی به نام غضروف وجود داره. غضروف باعث میشه مفاصل به راحتی حرکت کنه و مثل بالشتکی بین استخوان‌ها قرار داره. در بیماری آرتروز غضروف‌ها متلاشی میشن و این امر موجب ایجاد درد و تورم و مشکل در حرکت مفصل میشه. هرچقدر این بیماری بیشتر پیش بره استخوان‌ها روی هم کشیده میشن و این امر موجب بروز آسیب و درد بیشتر میشه. کسانی که به بیماری آرتروز یا همون بیماری آستئوآرتریت دچار هستید باید حتما در نوع تغذیه خودتون هم دقت فراوانی کنید تا بتونید سطح التهابات در بدن رو کم کنید. پس حتما کلیپ قبلی ما را تماشا کنید. با ما همراه باشید تا در ادامه 2 پماد برای کم شدن درد آرتروز رو معرفی کنیم که شما میتونید خیلی سریع و ساده اون رو در منزل تهیه کنید و برای کم شدن درد مفاصل ازش استفاده کنید. عزیزان تازه وارد، از ورود شما به کانال خوشحال هستیم. میتونید با فشردن دکمه سابسکرایب و علامت زنگوله به تمامی آپدیت های جدید ما دسترسی داشته باشید. اولین پماد خانگی مربوط به از بین رفتن درد مفاصل زانویه و کسانی که به علت زانو درد زیاد حتی قادر به راه رفتن، بلند شدن و نشستن نیستید. مواد لازم برای این پماد 25 گرم زردچوبه خالص، 1 سرده تخم مرغ، 2 یا 3 قاشق روغن زیتون بکره. منظور روغن زیتون اصله که کاملا بو و عطر تندی داره. این 3 ماده رو با هم ترکیب کنید و یک خمیر بسازید. این خمیر رو روی پارچه تمیز سفید قرار بدید و مواد رو کف پارچه پهن کنید و اون رو روی زانوی خودتون ببندید و بعد دور زانوتون رو با پلاستیک بپوشونید و یک لایه فویل آلومینیومی هم ببندید. اگر درد مربوط به هر 2 زانوی شماست میتونید این پماد رو روی هر 2 زانو ببندید. باید به مدت 24 ساعت صبر کنید. بعد از گذشت 24 ساعت مواد خودش رو باز میکنه. حالا میتونید پلاستیک و فایل پیچیده شده رو باز کنید و مجدداً با همون مقدار گفته شده دوباره این خمیر رو درست کنید. این بار خمیر ساخته شده که مخلوطی از زردچوبه زرده تخم مرغ و روغن زیتون بکر هست رو به کف پاهاتون بمالید. باز هم دور کف پا رو با پارچه و پلاستیک بپوشونید و همینطور یک فویل آلومینیومی. باید به مدت 12 تا 18 ساعت صبر کنید. شما باید هر دوی این مراحل رو 4 بار انجام بدید. یعنی 4 بار روی زانو و 4 بار روی کف پا این مواد رو قرار بدید و به مدت‌های گفته شده صبر کنید. یعنی کلاً 8 بار باید از این پماد روی نواحی گفته شده استفاده کنید. پماد شماره 2 پمادیه که از روغن فلفل تند ساخته میشه. ماده‌ای به نام کپسایسین در فلفل وجود داره که گرما ایجاد میکنه. فلفل شدت درد در بدن رو با پایین آوردن سطح انتقال دهنده های عصبی پایین میاره. در واقع مطالعات در سال 2010 در آلمان نشون داده دردهای مفاصل در بین 50% از بیماران که پماد فلفل استفاده می‌کردند کاهش پیدا کرده. پس شما هم بد نیست که این ماده رو امتحان کنید. اما برای ساخت پماد ضد درد همراه روغن فلفل تند باید از مواد زیر استفاده کنید. 1/4 فنجان روغن نارگیل، 1/4 فنجان روغن زیتون اصل، 1/8 فنجان موم زنبور عسل، 25 قطره روغن فلفل، 20 قطره روغن نعنا، 8 قطره روغن سنا، 5 قطره روغن اوکالیپتوس، 10 قطره روغن همیشه سبز. و اما دستور تهیه: ظرفی رو با 2 اینچ آب روی حرارت متوسط قرار بدید. همه این روغن ها رو داخل یک لیوان شیشه‌ای بریزید. بعد لیوان رو داخل ظرف قرار بدین تا روغن ها خوب داغ بشن و با هم ترکیب بشن. وقتی خنک شد این مواد رو داخل قوطی شیشه‌ای یا فلزی بریزید و درب اون رو ببندید و در جای خشک و خنک قرار بدید. این پماد رو 3 بار در روز استفاده کنید.
یکی دیگه از درمان‌های خانگی آرتروز مصرف روزانه زنجبیله. این ماده خوراکی میتونه به کاهش مواد شیمیایی التهاب‌زا در بدن کمک کنه. التهاب یکی از علل اصلی بیماری آرتروزه. محققان دریافتند که این ریشه گیاهی به بدن در تولید اسید سالیسیلیک هم کمک میکنه. این اسید یک ترکیب طبیعیه که در داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی مورد استفاده قرار میگیره. اسید سالیسیلیک یکی از ترکیباتیه که به تسکین درد مفاصل کمک میکنه. به گفته محققان زنجبیل میتونه فعالیت چندین ماده شیمیایی ایجاد کننده التهاب مفاصل رو کاهش بده. بهترین نوع مصرف زنجبیل مصرف اون به شکل دم کرده است که باید این ماده گیاهی رو همانند چای دم کنید. البته میتونید مقداری از پودر اون رو هم به چای یا شیرتون اضافه کنید و یا از ریشه این گیاه به شکل تازه در غذاهاتون استفاده کنید. این گیاه گرمیه و باعث گرم شدن بدن میشه، یعنی اینکه باعث میشه بدن گرمای بیشتری تولید کنه. اگر در مصرف این ماده زیاد روی کنید، باعث بروز سوزش یا خارش در دهان شما خواهد شد. در کلیپ‌های آینده برای شما عزیزان از راه‌های درمانی مناسب و ساده دیگه برای درمان آرتروز خواهیم گفت. اگر همچنان با ما همراه باشید به زودی اون کلیپ‌ها رو مشاهده خواهید کرد. از توجه و همراهی شما بی نهایت سپاسگزاریم. در صورت مفید بودن کلیپ اون رو با دوستاتون هم به اشتراک بذارید تا این دوستان عزیز هم بتونن از این مطالب درمانی استفاده ببرن. شادی و سلامتی شما آرزوی ماست. تا دیدار مجدد، خدا نگهدار همگی شما مهربانان.